روز جمعه سعید رو به هر یک شما بینندگان عزیز شد باش میگویم و چون همیشه در صبح صادق با خبرهای تازه در خدمتتون هستم. حالا ساعت با وقتی پراگ رسو 7 است و شما از آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی نوید بامدادی رو در تقدیم من شعله حجت تماشا دارید. باوری دارم در چند دقیقه دیگر حتما با ما خواهید بود. نخست از باد و هوا میگوییم در پراگ امروز هوای بارانی پیشگویی شده است. انتظار می رود که حرارت هوا روزانه 22 درجه رو تشکیل نماید. در مسکو پایتخت روسیه نیز امروز باران میبارد. گرمی در دوام روز 15 درجه خواهد بود. در دوشنبه هوا تابستانی و آفتابی است. حرارت به 31 درجه میرسد. دیروز بعد از نشست اضطراری هواپیمای ایرباس 321 شرکت هوایی اورالسکی آویالینی در کنار مسکو، این شرکت پروازهایش از مسکو را بازداشت. خبرگزاری ایترتاس این خبر را نشر نموده افزوده است که صبح پنجشنبه هواپیمای ایرباس 321 که در خط سیر مسکو سیمفروپول حرکت میکرد به نشست اضطراری در یک میدان جواری مکه در نزد فرودگاه ژوکوفسکی مجبور شد. به قول اورالسکی آویالینی به هر دو محرک هواپیما پرنده ها داخل شده باعث سوختار در هواپیما گشتند. اکیپاژ هواپیما را در کشتزار شناند. تمام مسافران به مکان امن انتقال داده شدند. اثنای این حادثه در داخل هواپیما 230 نفر از جمله 226 مسافر قرار داشتند که از این میان 41 نفرشان کودکان بودند. طبق اطلاع اخیر در این حادثه 76 نفر زخمی شدند. قرب روبل روسی نظر به یک روز پیش باز هم پایین‌تر آمد. طور در وبسایت بانک ملی تاجیکستان آمده است امروز 1000 روبل روسی 141 سومانی و 80 درم را تشکیل میدهد. ارزش رسمی روبل روسی در هفته دوم آگوست در تاجیکستان یک بار پس شد. روز ششم آگوست 1000 روبل روسی بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی 149 سومانی ارزش داشت ولی حالا تا به سطح 141 سومانی رسید. بانک‌های تجارتی که به انتقال پول و عوض کردن اسعار مشغولند بر عوض 1000 روبل از این هم کمتر یعنی 139 تا 140 سومانی میدهند. افت یک باره و قابل ملاحظه روبل به چند روز پیش از عید قربان راست آمد. این حالت گمان‌های را به وجود آورد که بانک‌ها از راه‌های صنعی ارزش روبل را پایین بردند چون میدونند همه پول میفرستند. اما بانک ملی تاجیکستان دیروز در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی سبب پایین رفتن قرب روبل را شرح داده حدس و گمان‌ها را رد کرد. بانک ملی گفت بنابر پست شدن قرب روبل نسبت به دلار در روسیه پایین روی قیمت آن در تاجیکستان نیز مشاهده شد. شاخص روبل دلار نشان میدهد که واقعا روبل قرب خود را از دست داده است اما نه در عرفه عید قربان بلکه در آغاز ماه آگوست. اگر 31 ایول 63 روبل به 1 دلار برابر بود، دوم آگوست ارزش دلار تا به 65 روبل بالا رفت. اقتصاددان آرش خوجامرودوف میگه تاثیر ارزان شدن روبل تا به تاجیکستان دیرتر میرسد ولی از نگاه او زیاد شدن ارسال روبل در عرفه عید هم به نرخ آن به تاثیر نمانده است. همصحبت رادیو آزادی در یکی از 5 شرکت بزرگ انتقال پول در روسیه گفت در روزهای دو جشن دینی رمضان و قربان انتقال پول بیش از هر عید دیگر به کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان می‌افزاید. بنابر ارزیابی او انتقال پول در 5 روز قبل از عید نظر به دیگر روزهای معمولی 30% بیشتر می‌شود. بنا به آمار رسمی 90% اسعار خارجی که به تاجیکستان وارد می‌شود روبل روسیه است. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک رو زندگی می‌کنند و بنابر آمار بانک مرکزی روسیه در 3 ماه اول امسال مهاجران به تاجیکستان به حساب 462 میلیون دلار فرستادند. در همین دوره سال گذشته به تاجیکستان 487 میلیون دلار وارد شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر میدهد که بیش از 1 تن مواد مخدر محو کرده شد. در وبسایت این نهاد آمده است از جمله 49 کیلو هروئین، 465 کیلو افیون، 346 کیلو حشیش و 850 کیلو بانگدانه را سوزانده نابود کردند. این مقدار مواد مخدر دلیل‌های شایع بودند که با 159 پرونده جنایتی نسبت شهروندانی که علیهشان حکم صادر شده بود تعلق داشتند. در همین حال مقامات تاجیکستان گفتند که شماره نشأمندان در تاجیکستان نسبت سال پیش کمتر شده است. در این باره عظیم ابراهیم نایب سروزیر تاجیکستان روز گذشته در جلسه شورای هماهنگسازی پیشگیری استعمال مواد نشأه‌دار صحبت کرده است. با گفته این مقامدار تا 1 ایون سال جاری در کشور 5606 نفر نشأمند ثبت شدند که 128 نفر آنها زنان میباشند. این رقم نسبت یک سال پیش بیش از 18% کمتر بوده است.
دو کارمند مؤسسه زیرتوبه وزارت کشاورزی تاجیکستان دستگیر شدند. در این باره خبرگزاری خاور با استناد به آژانسی ضد فساد نوشته است. بازداشت‌شده‌ها به ساختکاری حجت و از خود کردن مبلغ‌ها متهم می‌شوند. در خبر از جمله آمده است که سرمحاسب مؤسسه دولتی کمیسیون دولتی آزمایش نوی زراعت کشاورزی و محافظت نوها مولوده قشاقова با مصلحت پیشکی با محاسب مؤسسه مذکور منیژه محمدشایوا از ماه январи سال 2017 تا مای سال 2019 به سندهای رسمی معلومات بر دروغ وارد و ورقه‌های مزد مهنت الکترونی را ساختکاری کردند. نامبردگان با این را مزد معاش حساب کرده در یک چند حالت زیاده از 96400 سومانی را به منفعت شخصیشان صرف کردند. در این رابطه پرونده جنایتی آغاز شده، تفتیشات ادامه دارد، اما باید گفت که در اطلاعیه خبرگزاری خاور نظری جانب متهمان و وکیلان دفاعی آنها آورده نشده است. امریکا میگوید اکیپاژ کشتی نفترسان ایرانی میتواند ممنوع ورود به ایالات متحده شود. واشنگتن نتوانست بیرون شوی این کشتی از گیبرالتار را جلوگیری کند. دپارتمنت دولتی امریکا روز 15 آگوست گفت کشتی گریس یک به سپاه انقلابی اسلامی ایران کمک میرساند که از طرف واشنگتن همچون سازمان تروریستی اعتراف شده است. در گزارش قبلی گفته میشد که اکیپاژ کشتی گریس یک از 28 نفر به وجه عموم شهروندان هندوستان، پاکستان و اوکراین عبارت بود. دیروز گیبرالتار اعلام کرد که بعد 6 هفته بازداشت گریس یک را آزاد میکند. هرچند که امریکا کوشش کرد حبس او را ادامه بدهد. گریس یک بر پایه تحریم‌های اتحادیه اروپا با عیب‌نامه قاچاق نفت خام به سوریه بازداشت شده بود. سفیر امریکا در افغانستان جان باس میگوید از آن نگران است که یکی از سابق رهبران بانک از زندان به حبس خانگی انتقال داده شده است، زیرا این شخص به استاد انتخاباتی پرزیدنت کنونی این کشور مبلغ زیاد انتقال داده است. به قول سفیر مردم زیاد افغانستان در 10 سال اخیر اذیت کشیدند چون که کمک‌های بین‌المللی ارسال شده به یغما برده شد. این اشاره باس که روز پنجشنبه در شبکه توییتر پخش شد در رابطه به کابل بانک است که سال 2010 ورشکسته گشته تقریباً 1 میلیارد دلار کمک رسانه‌های بین‌المللی را نابود کرد. در گزارش‌های رسانه‌های محلی افغانستان گفته شد که خلیل الله پیروزی 30 میلیون دلار به ستاد انتخاباتی پرزیدنت اشرف غنی انتقال داد و بعد از آن اعلان شد که او 1 سال باقی مانده حبسش را در خانه‌اش سپری خواهد کرد. سخنگوی پرزیدنت افغانستان صدیقی گزارش‌های محلی را دروغ محض نامیده گفته است که سبب انتقال پیروزی به خانه‌اش وضع بدی سلامتی نامبرده میباشد. اکادمی حقوق رسانه‌ها با برگزاری دوره آموزشی به آماده ساختن 20 جوان حقوقدان برای کار در ساحه رسانه‌ای را شروع کرد. کارشناسان خارجی در این دوره آموزشی تاکید داشتند که علیرغم مقررات بین‌المللی مقامات کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان مجوز یا اکریدیتاسیون را نه به عنوان ابزار کمک رسان به خبرنگاران بلکه به واسطه فشار خبرنگاران استفاده می‌کنند. شاعر دولت و مدیر سازمان غیر دولتی مرکز مستقل حمایت حقوق انسان در صحبت با رادیو آزادی گفت که سال جاری این مرکز اکادمی حقوق رسانه‌ها را تأسیس داده و نخستین اقدامش در این زمینه آماده ساختن وکیلان دفاع در این ساحه را مقصد خود می‌داند. ضمناً هارلم دیزر نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور آزادی مطبوعات روز 27 ایون سال جاری از مقامات تاجیکستان خواسته بود قرار خود را درباره بازخواندن اجازتنامه کار خبرنگاری رادیو آزادی به رادیو صوفی بازبینی کند. وزارت کار خارجه تاجیکستان روز 26 ایون اکریدیتاسیون خبرنگاری بخش تاجیکی را برای گزارشش بازخواند و او را از حق کار محروم کرد. 4 خبرنگار دیگر رادیو آزادی از سال 2017 منتظر حل اجازتنامه فعالیت می‌باشند. چند پیش سازمان امنیت و همکاری در اروپا از نظام دادن اکریدیتاسیون تنقید کرد و گفت نباید اکریدیتاسیون همچون وسیله نظارت خبرنگاران استفاده شود. دیروز 10 اتوبوس استحصال ساخت تاجیکستان به کارخانه‌های اتوبوس 2 و اتوبوس 3 شهر دوشنبه سپرده شد. اتوبوس‌های تمغه اکی را شرکت اکی اویستو اتوماتیو اینداستری استحصال نمود. جمعیت مشترک اکی اویستو اتوماتیو اینداستری از جانب شرکت وطنی اویستو گروه و شرکت تجارتی ترکی اولیشم تأسیس داده شده است. گفته می‌شود که طبق نقشه کارخانه مذکور مرحله به مرحله 5 نمودی واسطه نقلات جمعیتی مسافربر را استحصال می‌کند. در مد اول اتوبوس داخلی شهری با
бо дарозии 12 метр ва бо ғунҷоиши 98 ҷой, 26 ҷои нишаст ва 72 ҷои ғайрнишаст истеҳсол мегардад. То ду соли пеш аксари кули автобусҳои мусофирбар дар Тоҷикистон сохти русӣ буданд ва мақомот дар гузашта тибқи одат аз замони шӯравии пешин ба харидории танҳо автобусҳои Русия авлавият медоданд. ҳатто дар солҳои гузашта дар вилояти Суғд як корхонаи насби автобусҳои сохти Русия фаъолият буд ки сипас варшикаста шуд. дастаи мунтахаби ҷавонони зери 19 солаи Тоҷикистон ки бозии охиринашро дар мусобиқоти қаҳрамонии анҷумани футболи Осиёи марказӣ бо тими Эрон бо ҳисоби 1-1 анҷом дод, барандаи медалҳои нуқра гардид. Мунтахаби Эрон бо медалҳои тилло ва дастаи Узбекистон бо медалҳои биринҷӣ мукофотонида шуданд. Тақдири медалҳои тилло дар бозии охирин миёни дастаҳои мунтахаби ҷавонони зери 19 солаи Тоҷикистон ва Эрон ки шаби панҷшанбеи 15 август дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе доир гардид ҳал шуд. Барои ғолибият дар ин мусобиқот мунтахаби Тоҷикистонро танҳо пирӯзӣ қаноатманд мекард ва аммо ба тими Эрон натиҷаи мусовӣ кофӣ буд ки соҳиби ҷоми қаҳрамонӣ ва медалҳои тилло гардад. Дар мусобиқоти қаҳрамонии КАФ 2019 дастаҳои мунтахаби ҷавонони зери 19 солаи 5 кишвар Афғонистон, Тоҷикистон, Туркманистон, Узбекистон ва Эрон ширкат доштанд. ва аз қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон мегӯем ки барои имрӯз аз сӯи Бонки Миллӣ таъин шудааст $1 9 сомониву 43 дирам, €1 10 сомониву 51 дирам ва 1000 рубли русӣ баробар аст ба 141 сомониву 80 дирам. Сипос ки бо мо будед. То мулоқоти баъди. Худо нигаҳдор.